درس 14 نامهایی که به وحدانیت الله سبحانه و تعالی دلالت میکنند. بعضی از نامهای هستند که به وحدانیت الله سبحانه و تعالی دلالت میکنند. این کدام نامهای هستند؟ مثلا نامهای هستند که الله سبحانه و تعالی ذات واحد و یگانه بیان میکنند. اول از این نامها نامهای الواحد و الاحد است. مثلا قل هو الله احد، اینال در اینجا وقتی که الله متعال میگه که قل هو الله احد، بگو که الله ذات یگانه هست. اینال یگانگی الله چی است؟ یگانگی الله است که الله صمد از بی‌نیاز است، بناهن به سکرتر، رئیس دفتر، معاون یا نیاز نداره. این وحدانیت الله هست، یعنی ذات واحد با عظمت هست که به هیچ کسی ضرورت نداره. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ذاتی هست که به مادر و پدر ضرورت نداره، به فرزند ضرورت نداره. اینالی کل از نام الله سبحانه و تعالی در اینجا در نامهای الواحد و الاحد الله سبحانه و تعالی فهمیده میشه. علامه ابن کثیر چی میگه؟ میگه انه الاله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لا نظیر له. میگه او معبود واحد و یگانه هست، الفرد الصمد ذاتی یگانه بی‌نیاز است، الذي لا نظیر له یعنی هم مثل نداره، ولا شریک له و شریک نداره، بل هو المستقل بالامر وحده. الله میگه به امر کردن مستقل به یگانگی است، من غیر مشارک ولا منازع ولا معارض. هیچ کسی در اوامر الله نه شریک شده میتونه و نه با امر از او منازعه کرده میتونه و نه با امر از او مخالفت کرده میتونه. علامه طبری چی میگه؟ میگه الله که واحد احد است چی معنی؟ یعنی لا مثل له ولا نظیر، یعنی الله سبحانه و تعالی مثل مانند و همتا نداره. از این خاطر انسان مسلمان یقین داشته باشه که الله واحد و احد است، یعنی شریک و هم مثل ندارن. امام سمرقندی چی میگه؟ میگه هو الله احد یعنی فرد لا نظیر له ولا شبیه له ولا شریک له ولا معین له. این قسم عقیده داشته باشه که ذات یگانه هست، نظیر همتا نداره، ولا شبیه له شبیه که مشابه از او کس باشه نیست، ولا شریک له شریک نداره در هیچ، در ذاتش، در صفاتش، در افعالش، در احکامش با کس با او شریک نیست، ولا معین له و کس نیست که امرای از او همکاری بکنه. پس یکی از نامهای الله سبحانه و تعالی واحد است و یکی از نامهای الله سبحانه و تعالی الاحد است. دیگه از نامهای الله سبحانه و تعالی که به وحدانیتش دلالت میکنه چی است؟ نام الوتر الله سبحانه و تعالی هست. امام بیهقی میگه که الوتر هو الفرد الذي لا شریک له ولا نظیر له. یکی از نامهای الله وتر است و این به این معنا هست که الله متعال نه شریک داره و نه نظیر همتان. و هذه ایضا صفت یستحقها بذاته، این صفت الله هم است که به یگانگیش به ذاتش مستحق ازیه است. ابو اسحاق ثعلبی چی میگه در باره اسم الوتر الله؟ میگه انفراد صفات الله عز وجل بلا ذل، یعنی میگه انفراد صفات الله سبحانه و تعالی عز بلا ذل، که ذات با عزت است، ذلتی در او نیست، و قدرت بلا ضعف، صاحب قدرتی هست که در او ضعف نیست، و علم بلا جهل، صفاتی هست که علم است بدون جهل، و بصر بلا عمى، بینایی هست بدون نابینایی، و حیات بلا موت، و صفات الله حیات است بدون موت، و ما ازاها. پس صفات الله صفات وحدانیت است. صاحب الوجیز در اسماء الله الحسنا چی میگه؟ میگه الوتر هو الواحد الاحد. میگه امین نام وتر الله یعنی به معنای واحد و احد است، الذي لا شریک له ولا نظیر له ولا مثیل له، که شریک و نظیر و مثل نداره. خب پس نام واحد الله، نام احد الله، نام وتر الله. چهارمی نامش نام الصمد الله سبحانه و تعالی هست، الله الصمد. اینال اینجا امام بخاری رحمه الله میگه که
ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن قال الله، میگه ای الله متعال گفت. حدیث قدسی میگن. حدیث قدسی کدام حدیث میگن؟ یعنی حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دومه که الله گفته هست، پس این حدیث قدسی هست. در این حدیث قدسی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که قال الله متعال میگه کذبنی ابن آدم، میگه ابن اولاد آدم مرا تکذیب کرد. اعوذ بالله، اعوذ بالله. از او بنده های آدمی که الله را تکذیب بکنه، این کفر بسیار خطرناک است. ولم یکن له ذلك، و این میگه برای ازی شایسته نبود که مرا تکذیب بکنه. و شتمنی، و میگه مرا دشنام داد. ولم یکن له ذلك، این هم برای ازو شایسته نبود. یعنی سعی کنین، بعضی از انسان ها بنی آدم کسایی هستن که الله را تکذیب میکنن. چه خطرناک است یک کسی تکذیب بکنه الله سبحانه و تعالی را، یا دشنام بده الله را. این چی هست؟ اما تکذیبه ایاه، الله متعال میگه الله را چه قسم اینا تکذیب میکنن؟ میگن چه قسم را تکذیب میکنن؟ ان یقول اینی لن اعیده، که ای بگویه که من دوباره زنده او را بر نمیگردانم، یعنی او را از بعث بعد الموت انکار کنه. اگر یک کسی میگه که الله مرا دوباره زنده نمیکنه و بعث بعد از مرگ نیست، زنده شدن بعد از مرگ نیست، ای الله را تکذیب کرده هست. پس ای کسا الله را تکذیب میکنن. کما لن اعیده کما بدأته، اگر او تو عقیده داشته باشه که من او را دوباره بر نمیگردانم، اما قسمی که او را مثلا مخل کردم، این تکذیب میکنه الله را. پس تصدیق الله چی است؟ این است که ما ایمان داشته باشیم بل بعث بعد الموت، زنده شدن بعد از مرگ، که وقت ما مردیم الله دوباره ما را با قدرت خود و عظمت خود ما را دوباره زنده میکنن برای حساب و کتاب و میزان. خب و اما شتمه ایاه، دشنام دادن از عمر چی گوین؟ یعنی الله متعال میگه چه قسم الله را دشنام میدن؟ ان یقول اتخذ الله ولدا، مثل که این قسم سخن بگه که بگه که الله فرزند گرفته هست. و انا الصمد الذی، سکنین الله متعال میگه ما او ذات صمد یا بی‌نیاز هستم که لم الد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد، که نه ما فرزند زاده ام، ولم اولد، و نه خودم از کسی زاده شده ام، ولم یکن لی کفوا احد، و نیست بر من هیچ کف و شریک هیچ کسی. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خب پس در این حدیث قدسی ما و شما میفهمیم که الصمد اینجا در حدیث صحیح قدسی نام الصمد الله سبحانه و تعالی تشریح شد که الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یعنی صمد، نام صمد الله هم به این معنا هست که الله متعال ذات یگانه هست. که چرا ذات یگانه هست؟ به خاطر از اینکه به فرزند نیاز نداره، به والدین نیاز نداره، به شریک نیاز نداره، به همتا نیاز نداره، به همسر نیاز نداره، به سکرتر نیاز نداره، به رئیس دفتر نیاز نداره. به کل از این خاطر الله ذات یگانه هست. اینا کسایی که تکذیب میکنن الله را، بازی چی میکنن؟ مثلا نصرانی ها گفتن که عیسی مسیح پسر الله هست. این تکذیب الله هست. و کسی که باز اونا را تصدیق میکنن که بله عقیده از اینا درست است، اینا هم الله را تکذیب میکنن. و کسی که تکذیب دشنام میتیره، شتم گفته است که کسی برای الله نسبت فرزند نمیته، این الله را دشنام داره. شما فکر بکنین اگر یک کسی ذات خالق ذوالجلال دشنام میته، این از اینکه در کفر خطرناک نیست. علامه محمد امین شنقیطی رحمه الله میگه که وقال بعضهم، میگه بعضی از علما میگن الصمد هو الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میگه بعضی علما این قسم تفسیر کردن که صمد چی رو میگن؟ صمد هو الذي، او ذاتی هست که لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خب شیخ براق میگه که الصمد هو الکامل فی جمیع صفات الکمال. این میگه که صمد یعنی ذات کاملی که در تمامی صفات کمال کامل است. استاد رضوانی این میگه الصمد هو السید الذی له الکمال المطلق فی کل شیء. میگه او سید هست
که کمال مطلق داره در همه چیز، یعنی و هو المستغنی عن کل شیء، و از هر چیز مستغنی هست. سبحان الله. علمای بزرگ عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگه که الصمد الذي تسمد الیه الاشیاء اذا انزل بهم کربتا او بلاء. میگه صمد او ذاتی هست که با او چی میکنن؟ هر چیز در سختی ها او را قصد میکنن. یعنی الله الصمد یعنی او ذاتی که قصد میشه در سختی ها و مشکلات، انسان به طرف از او رجوع میکنن. یعنی معنای مقصدش است که نام صمد الله سبحانه و تعالی به این معنا هم است که الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، و نام صمد الله سبحانه و تعالی به این معنا هم است که الصمد ذاتی که له الکمال المطلق، ذاتی که دارای کمال مطلق است، و همچنین الصمد الذی یسمد الیه کل محتاج، و ذاتی هست که کل مردم بر از او چی میشن؟ بر از او کلگی او را قصد میکنن و به او توجه میکنن. یعنی نام صمد الله شامل کل این صفات میشه. و چهارمیشه علامه محمد عمران چی میگه؟ میگه المستغنی عن کل احد المحتاج الیه کل احد. این میگه الصمد ای صفت هم میرسانه که نام صمد الله سبحانه و تعالی به این معنی که مستغنی هست، یعنی در غنا و در قوت است، عن کل احد، به هیچ کسی از کلگی در استغنا هست، یعنی به هیچ کسی و به هیچ کسی احتیاج ندارم. ای صمد است. و همچنان المحتاج الیه کل احد میگه یعنی نام صمد الله این معنا را هم میده، یعنی ذاتی کلگی بر از او محتاج هستن و این معنا را هم میدن. متوجه هستین؟ پس این نامهای چی شد؟ نامهای الله سبحانه و تعالی. دیگه از نامهای الله سبحانه و تعالی که با وحدانیت الله را، با وحدانیتش ما گفتیم الواحد است، الاحد است، الوتر هست، الصمد است. دیگه 4 نام دیگه هست که اینا هم وحدانیت الله سبحانه و تعالی را، یگانگی از را بیان میکنن. الاول والآخر والظاهر والباطن. در سوره حدید آیت 3 است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هو الاول والآخر والظاهر والباطن و هو بكل شیء علیم. اینجا این 4 صفت گفته شد: اول، آخر، ظاهر و باطن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح مسلم این 4 نام تفسیر میکنه. امام مسلم رحمه الله روایت میکنه عن سهیل قال كان ابو صالح يأمرنا اذا اراد احدنا ان ينام ان يضطجع على شقه الایمن. میگه ابو صالح ما را امر میکرد که وقتی یکی از ما وقتی که خواب میکنه با پالوی راست خواب بکنه. ثم یقول، بعد از بگه اللهم رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم. این قسم دعا بکنه در وادی خو. اللهم رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم ربنا و رب كل شیء. یا الله تو رب آسمان ها هستی، یا رب زمین، ای پروردگار خلق کننده زمین، و رب العرش و خلق کننده عرش بزرگ، ربنا ای خلق کننده و روزی دهنده و شفا دهنده ما، و رب کل شیء و پروردگار تمام مخلوقات، فالق الحب و النوا، یعنی چیکار بیرون آورده دانه و خسته، و منزل التورات و الانجیل، ای ذات با عظمتی که تو نازل کننده تورات و انجیل و فرقان و از قرآن هستی، یعنی ذات با عظمتی که تو تورات و انجیل و قرآن نازل کردی. اعوذ بک من کل شیء انت آخذ بناصیته. یا الله ما هر چیزی پناه میبرم به تو از هر چیزی که تو از همون پیشانیش میگیری، یعنی در تصرف تو هست، از تمام مخلوقات، از کل از اینا ما به تو پناه میگیرم. اللهم اینا آل اینجا ذکر میکنه اللهم یا الله انت الاول، یا الله تو ذات اول هستی،
فلیس قبلک شیء، یعنی قبل از تو هیچ چیزی وجود نداشته، تو ذات اول هستی. و انت الاخر، و یا الله تو آخر هستی. فلیس بعدک شیء، کل مخلوقات که هلاک میشن بعد از تو دیگه کسی نیست، دیگه کلگی اینا هلاک میشن. و انت الظاهر، یا الله تو ظاهر هستی. فلیس فوقک شیء، بالاتر از تو هیچ کسی نیست. و انت الباطن فلیس دونک شیء، یا الله تو ذات باطن هستی، فراتر از تو چیز دیگه نیست. اقض عنا الدین و اغننا من الفقر. بازی انسان وقتی کمی ایره گفت که اللهم رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم ربنا و رب كل شيء فالق الحب والنوى و منزل التوراة والانجیل والفرقان اعوذ بك من شر كل شيء انت آخذ بناصيته اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء. اقضی، باز این دعای خدا میگه که اقضی عنا الدین، یا الله امی دین های مرا که کس قرضدار باشه دین مرا و امی مرا از ما، یا الله تو امی قرض ما خلاص کو و اغننا من الفقر، و ما را غنی بساز از فقر. خب امام طبری رحمه الله میگن، علما اینا تفسیر میکنن. علامه طبری رحمه الله، تفسیر طبری بهترین تفسیر است که مثلا اقوال سلف صالح از صحابه، تابعین، تبع تابعین ذکر میکنن و خودش هم باز اقوال خدا ذکر میکنن. چی میگن؟ میگه که یقول تعالی ذکره، میگه او ذاتی که بسیار عالی از مکانتش، الله میگه هو الاول، یعنی قبل کل شیء بغیر حد، یعنی قبل از همه چیز الله متعال بوده بدون از اینکه ما و شما بر زیاد و حدودی گپاره بگوییم. والآخر، و الله سبحانه و تعالی بعد کل شیء بغیر نهایت، یعنی الله متعال اول وقتی گفت هو الاول قبل کل شیء، قبل از تمام مخلوقات بوده بدون از اینکه برش حتی این بکنیم که مثلا چقدر. نه الله متعال قبل از تمامی مخلوقات از خاطر اول هست. و بعد کل شیء از چقدر سکنی عالم بزرگوار علامه طبری رحمه الله تعالی چه خوب تفسیر میکنه و میگه که والآخر بعد کل شیء بغیر نهایه، بعد از تمام مخلوقات است لکن نهایت نداره، بدون نهایت. و انما قیل ذلك كذلك، میگه این به خاطر ازی گفته شده لانه کان ولا شیء موجود سواه، میگه ای به خاطر گفته شده، گفته الاول چرا وقتی که الله وجود داشت هیچ مخلوقی وجود نداشت بغیر از ذات خالق متعال. و هو کائن بعد فناء الاشیاء كلها، و بعد از اینکه میگه تمام مخلوقات فانی میشه الله متعال موجود هست. کما قال جل ثناؤه، مثل که الله سبحانه و تعالی گفته کل شیء هالک الا وجهه، کل چیز هلاک میشه مگر وجه الله سبحانه و تعالی. و هو الظاهر علی کل شیء دونه، یعنی میگه الله متعال ظاهر است به تمام مخلوقات، پایین از او است، او باشکارا هست و بالای همه از اینا با قدرت و با علو و جلال عظمت خدا است. تشبیه نمی کنیم، تشبیه با مخلوقات نمی کنیم. و در این قسمت همون قسم به جلال عظمت الله شایسته است. و هو العالی فوق کل شیء، الله بسیار عالی هست بالای همه مخلوقات. فلا شیء اعلی منه، هیچ چیز بلندتر از الله نیست. این تفسیر اسم الظاهر الله هست. و هو الباطن جمیع الاشیاء فلا شیء اقرب الى شیء منه کما قال، یعنی میگه او باطن یعنی قریب به همه مخلوقات هست. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، یعنی به تمامی مخلوقات قریب است، لکن چه قسم قرب؟ با علم خود، با عظمت خود الله متعال به بنده های خود نزدیک است. مثل که ما و شما الله متعال میگه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. علامه ماوردی هم تفسیر میکنه و میگه و الظاهر و الباطن فیه ثلاث تعبیرات، در اسم ظاهر و باطن سه تعبیر است. احدها الظاهر فوق کل شیء لعلوه، الله از ظاهر است به خاطر بالای همه چیز هست، به خاطر صفت علو و بلندی ازی هست. سبحان ربی الاعلی.
والباطن میگه نام باطن الله احاطته بكل شیء لقربه، که تمام مخلوقات احاطه کرده به خاطر که به همه نزدیک هست. قاله ابن حیان، میگه این تفسیر ابن حیان کرده. الثانی، معنای دوم ظاهر باطن چی است؟ انه القاهر لما ظهر و بطن، یعنی الله قاهر است. متوجه هستین؟ قاهر است یعنی با عظمت است، با وقتی که ظاهر میشه و باطن میباشن. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاهرین. الثالث العالم بما ظهر و بطن. سومی تفسیر است که یعنی الله متعال با آنچه که ظاهر است و آنچه که باطن است، با کل ذی الله متعال عالم هست. متوجه هستین؟ این تفسیر است. علامه ابن کثیر میگه و قال البخاری قال یحیی الظاهر علی کل شیء علما، میگه ظاهر است بر هر چیز از نگاه علم، و الباطن علی کل شیء علما، و باطن هم به همه چیز با اساس علم است، یعنی الله متعال از همه چیز آگاه است. و علامه طنطاوی رحمه الله میگه که و هو الظاهر ای ظاهر وجوده عن طریق مخلوقات التي اوجدها بقدرته، میگه الله آشکار است از طریق وجود مخلوقاتش، وقتی که مخلوقات زیادی را خلق کردن، این کلش دلالت میکنن، دلایل آشکارا به وجود خالق متعال است. برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتر است معرفت کردگان. اذ من المعروف عند كل عاقل ان كل مخلوق لا بد له من خالق. از خاطر میگه هر صاحب عقل میفهمه که هر مخلوق باید خالقی داشته باشه. پس وقتی که من مخلوق هستم خالقی دارم، این وجود من دلالت میکنه به چی؟ به این که خالقی وجود داره که مرا خلق کرده، چشم ما خلق کرده، بینی ما خلق کرده، موی ما خلق کرده، سر ما خلق کرده. پس این خالق است که این خلق کرده. و کل موجود لا بد له من موجد، هر چیزی که پیدا شده باید پیدا کننده داشته باشه. پس این هست تفسیر اسم ظاهر الله متعال. و هو الباطن من البطون بمعنى الخفا والاستتار، ای هو سبحانه و تعالی، یعنی الله سبحانه و تعالی المتحجب بکنه ذاته عن ان تدرکه الابصار، یعنی الله باطن است، ایره ابصار ما و چشمای ما او را درک کردن نمیتونه. او ان تحیط بحقیقت ذاته العقول، حقیقت ذات از او هم کسی درک کردن نمیتونه. مثل که الله متعال گفت لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. و یصح، میگه این هم معنی شد. و یصح، میگه این هم معنی از این نام الله میشه که الباطن بمعنى العالم بما بطن و خفا من الامور، میگه با عالم است به هر چیزی که باطن است و مخفی هست از امور. با کل از اینا الله متعال عالم است و با خبر هست. متوجه هستین؟ پس این کلش تفسیر میشه به نامهای. پس ما و شما در این درس نامهای الله سبحانه و تعالی را گرفتیم که الله متعال با وحدانیت الله، که یعنی الله متعال از شریک، از همسر، از اولاد، از مادر، از پدر، از چیزهایی که ما و شما نیاز داریم، از کل از او الله بی نیاز است و پاک است و منزه است. پس او ذات واحد است، احد است، وتر است، یگانه است، اول است، آخر است، ظاهر است، باطن است. این کل نامهای صمد است. این کل نامهایی است که به وحدانیت و یگانگی الله سبحانه و تعالی دلالت میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.